سلام به همه همراهای خوبم توی کانال قصه های شب. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ قصه های قبلی رو شنیدین؟ دیدین؟ دوستشون داشتین؟ اگه دوستشون داشتید قصه امروز رو هم گوش کنید. امروز میخوام براتون 2 قصه بامزه و بانمک تعریف کنم در مورد آبروان. بریم که با هم گوششون کنیم. مردی که از اسب افتاد. بریم که با هم بشنویمش. روزگاری آقازاده خوشپوش و خوشریش روی اسبی بلند مثل پادشاها در جاده خاکی میتاخت. یکهو کنار جاده کلبه‌ای رو دید که یک کارگر بیل به دست کنارش وایساده. کارگر گفت: آقا، بعد اون درخت بید یه سنگ گنده وسط جاده است. مواظب باشی. سوار مغرور ابرو بالا انداخت و گفت: فکر میکنی چشم ندارم؟ خودم میبینم. و پاشنه چکمش رو به اسبش زد و به حرکتش ادامه داد. پیچ بعدی رو رد نکرده بود که شپلق اسبش سر خورد روی همون سنگ. آقازاده هم مثل سیب کالی که از درخت بیفته از روی اسبش افتاد توی جوب آب. یهو با عجله بلند شد و لباسش رو تکوند و گردنش رو صاف کرد و دور و برش رو نگاه کرد که ببینه کسی دیددش یا ندیددش. دید کسی اون دور و برا نبود، اما یه پسر بچه چوپان اون بالا روی تپه ها ایستاده بود. یهو داد زد: هی پسر، دیدی من بیفتم؟ پسر خندش خورد و گفت: دیدم اسب جنابالی رو انداخت. مرد چانه‌اش رو خاراند و گفت: من خودم عمدن پیاده شدم که نعل اسبم رو چک کنم. آدم معقول قدر مرکب گرونش رو میدونه. پسر سر تکان داد و گفت: بله قربان. مرد به زحمت سوار اسبش شد و به راهش ادامه داد. یکم جلوتر که رسید 3 دختر ترگل و برگل رو دید که داشتن میرفتن سمت بازار. دخترها تعظیم کردن. یکیشون با خنده پرسید: آقا، چرا قبای شما پاره است؟ سوار خنده تصنعی انداخت روی لباش و گفت: بانوان عزیز، سگ ولگردی به اسبم حمله کرد. منم مثل شوالیه ها از اسب پایین پریدم و باهاش کشتی گرفتم که مبادا پیش پای ظریف شما بتازد. در نتیجه قبام فدا شد. دخترام ذوق کردند و مرد کمر خم کرد و با احترام و با کلاس از کنارشون دور شد. کمی جلوتر کشیش سالخورده ای رو دید که با عصا لنگان لنگان به سمتش می اومد. کشیش لبخند زد و گفت: روز بخیر پسرم، انگار حادثه ای داشتی. سوار کلاه له شده‌ش رو صاف و صوف کرد و گفت: چیز مهمی نیست پدر جان. پیاده شدم که این گل وحشی قشنگ رو بچینم و بذارم توی جیب لباسم. اسب بیتاب شد و کلاه هم آسیب دید، ولی کلاه در مقابل جلوه خلقت خدا که چیزی نیست. ارزشش رو داشت. کشیش زیر لب گفت: چه نیکو اندیش. سرانجام به عمارت دوستش رسید. میزبان و همسایه ها روی پله ها منتظر بودن تا چشمشون افتاد به خراش و خاک روی لباس. هاج و واج موندن و به اون گفتن که خدایا چه بلایی سرت اومده؟ مرد سینه‌ش رو جلو داد و گفت: در راه درشگه‌ای واژگون شد و زن بیچاره‌ای زیرش گیر کرد. طبیعیه که از این بپرم پایین و درشگه رو بلند کنم و اونو نجات بدم. این خراش ها یادگاری اون فداکاریه. همه اونو تحسین کردند و دست دادند و با عزت بسیار زیادی اون رو به داخل بردن.
شب که شد توی اتاق مهمانها باد خنکی پرده رو تکون داد. ناگهان صدای نازکی از پنجره اتاق اومد. صدای همون پسر بچه چوپان بود. یهو گفت شب بخیر آقایی که از اسب نیفتاده و خنده شیطنت آمیزی به سر داد. مرد مغرور رو به دیوار کرد و حسابی خجالت زده و شرمنده شد و با خودش فکر کرد یه افتادن ساده ارزش این همه دروغ گفتن رو نداشت. خب بچه ها دیدیم که بعضی اخطاء انگار افتادن دردش از دروغ کمتره. شما بگین ببینم که ارزشش رو داشت که اینقدر دروغ بگه و اینکه خودتون بودین چیکار میکنین. اصلا بگین ببینم چجوریه، چقدر شده که برای ماسمالی کردن یه چیزی و یا حفظ ظاهر یه چیزی بخواین دروغ بگین و حالا خوب پیش رفته یا مثل این آقا خرابکاری شده. داستان شاه و خیاط. روزگاری خیاطی نزد پادشاهی رفت و به او گفت بنده حاضرم در قبال دریافت دستمزد و داشتن امکانات برای شما لباسی بدوزم که فقط حلال زادگان بتوانند آن را ببینند و حرام زادگان از دیدن آن لباس ناتوان باشند. پادشاه بعد از کمی تفکر رو به خیاط کرد و پیشنهاد او را پذیرفت، اما شرط کرد که در صورت انجام ندادن یا جا زدن در این کار شگفت‌آور او را به دست جلادان خواهد کشت. خیاط بعد از تقبل کردن این کار قرار شد تا از فردا به مدت 2 ماه کار خود را شروع کند. روزها از پی هم می‌گذشت و به روز موعود نزدیکتر می‌شد. یک روز صبح شاه به وزیرش گفت به کارگاه خیاط برو و سراغی از لباسی که سفارش دادیم بگیر. وزیر به کارگاه رفت و در آنجا مشاهده کرد که تمامی اسباب و وسایل دوخت لباس و همچنین زیردستان و شاگردان خیاط در حال کار هستند، اما اثری از لباس نیست. در همان موقع بود که وزیر به زیرکی و بدجنسی خیاط پی برد، اما برای حفظ آبروی خودش به کاخ رفت و بسیار از لباس شاه تعریف و تمجید کرد که شاه حیرت زده شد. بالاخره روز موعود فرا رسید و لباس را به کاخ شاه آوردند و به او تحویل دادند. شاه اثری از لباس نمیدید، اما برای اینکه آبروی خود را حفظ کند بسیار از داشتن چنین لباسی اظهار خوشنودی کرد و دستمزدی گزاف به خیاط داد. قرار شد تا فردا لباس را در میان جمعیت انبوه مردم بپوشد تا هم از کار خیاط تشکر شود و هم مردم به حلال زادگی یا حرام زادگی خود پی ببرند. شاه به میدان شهر وارد شد و تمامی مردم او را به صورت لخت مشاهده کردند. اما از ترس آبرویشان هیچ نگفتند. ناگهان کودکی علیرغم تلاش‌های بسیار مادرش برای ساکت کردن او به صدا درآمد و از لخت بودن شاه گفت. همه به طرف او برگشتند و با هم یک صدا گفتند آری شاه لخت است. اما دیگر کار از کار گذشته بود، چون خیاط در جشن شرکت نکرده بود و به همراه دستمزد زیاد خودش در 100 فرسخی شهر بود و از همه مهمتر آبروی پادشاه بین مردم رفته بود و همه اونو لخت دیده بودن. خب اینم از داستان بامزه دوممون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مثل همیشه ازتون میخوام که بهم بگین چجور داستانهایی رو بیشتر دوست داشتین. اگر دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. برید ویدیوهای قبلی رو هم ببینید. مرسی.